گذشت زمانهای زیاد شعر او همچنان تازه‌تر و پر از راز باقی میماند و نیازهای معنوی انسانها را برآورده میکند. او کسی نیست جز خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی. درباره زندگی و خانواده حافظ شیرازی معلومات خیلی کم در دست است و بیشتر آن با روایت و افسانه پردازی آمیخته است. میگویند که حافظ شیرازی ابتدای عصر 14 در شهر شیراز به دنیا آمده است و در آوان طفلی از پدر محروم می شود. برادران برای پیشبرد زندگی خویش به شهرهای مختلف می روند و حافظ شیرازی تنها با مادرش می ماند. وقتی کمی بزرگتر می شود در نانوای به کار می درآید. طبق روایت تذکره نویسان حافظ معاشی از نانواخانه به دست آورش را 3 تقسیم می کرده. قسمتی اساس را به مادر می داده تا کسب روزی کنند و زندگی خرج کند. قسمتی به استاد مکتب می داد برای تحصیل و قسمتی را خرج هم می کرد. و همین استعداد نبوغی حافظ، نبوغ آسای حافظ از همین کودکی ظهور کرده بود است. روزگار و سرگذشت این شاعر شهیر در یک زمان خیلی پرتلاطم تاریخی گذشته است. یعنی پس از هجوم مغول و سر حاکمیت آمدن خاندان تیموریان زندگی مردم شرق را باز هم وزنی‌تر و دشوارتر گردانیده بود و در چنین یک ایام بسیار پرتلاطم و دهشتبار تاریخی و عرصه ادبیات قدم نهادن حافظ شیرازی نیز خیلی رمزی است. این ادیب سخنشناس و سخنور و موقع شناس توانست که با آثار دلاشوب خود برای آرام کردن روح شکسته مردم زحمت و تلاش‌های زیادی بکشد و مردم را به آرامی و آسایشتگی دعوت بنماید. با شاهان زمانه مناسبت نیکو داشت. خیلی چیزی طبیعی بود، مثلا با حاکمان زمان در مراسا بودن. وقتی که حافظ خود تعلیم میداد که آسایش دوگیتی تفسیر این 2 حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. دوره زندگی حافظ به همین دوره ابو اسحاق اینجو، امیر مبارزالدین، شاه اسحاق و شاه زینالدین کمتر کرد و امیر تیمور راست میبید که شیراز گرفته بود و آخری وقتی که شیراز را پر میگیرد الکی حافظ وفات کرده بود. دولتشاه سمرقندی روایت میکند وقتی تیمور لنگ شهر شیراز را فتح کرد و شاه منصور مظفری را به قتل رساند، تصمیم گرفت که با علمای شهر شیراز دیدار کند، از جمله با حافظ شیرازی. آن زمان حافظ شیرازی پیر و ناتوان شده بود. هنگام دیدار تیمور لنگ غزل مشهوری اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دلی ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را مثال می آورد و می گوید ما برای فتح سمرقند و بخارا خونریزی های زیاد کردیم، ولی تو خیلی ساده و آسان آن را به خال هندو بخشیدی، در حالی که همین جامعه دریده داره. این همه بخشندگی از کجاست؟ حافظ هم با همان رندی و بی‌باکی خود جواب می دهد همین بخشندگی است که ما به این حال آمدیم. هرچند که این روایت زیبا است ولی تا کجا حقیقت دارد؟ گفته این دولت‌های سمرقندی اختلاف دارد. من به این روایت باور ندارم چون که حافظ تیمور 2 بار شیراز را تسخیر میکند. یکمش به آخر حیات حافظ راست میاد که دوره دوم که وقتی شیراز را پر میگیرد حافظ الکی در حیات نبود. خواجه حافظ با وجود اون که در اون دوره حکمرانی مثلا مغول ها را از سر گذرانیده بودیم، تاثیر زبان عربی در منطقه خیلی اوج گرفته بود
و زبان تحصیل در مدرسه ها با زبان عربی بود و از اینها با زبان عربی صورت می گرفت. با وجود همه این خواجه حافظ شیرازی توانسته است که در غزلیات خود بیشتر از کلمه های اصلی تاجیکی استفاده کند. از نگاه آماری ما نظر کنیم در میابیم که اصلا واژه هایی که در غزلیات خواجه حافظ شیرازی استفاده شدن آنها کلمه های اصلی تاجیکی هستند. بوی بهبود زی افزای جهان میشنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. شاد زیستن و شاد بودن و از قید غم و اندوه رها بودن یکی از موضوعهای محوری غزلیات حافظ است. او انسانها را روحیه می بخشد و به زندگی دل آنها را گرم می سازد. وقتی که حافظ می خواهد که به جنبه نیکبینانه یعنی جنبه یا خوی و خصلت نیکبینانه انسان را تقویت دهد و بگوید که دنیا همین گونه به یک قرار نمیماند و هر چیزی که بدی یا سختی که بر سر انسان می آید پایانش نیکی است، پایانش به نیکی انجام می یابد، از تلمیح استفاده می کند و سرنوشت حضرت یوسف را می آورد که برای مردم این فهمو است، سرگذشته و با همین انسان را نیکبین می گرداند و به گونه قوت می دهد مخاطب خود را که یعنی این سختی ها و این نوع بلاهایی که به سر او آمده است با نیکبینانه با صبوری می تواند پس سر کند. یوسفی گم گشته باز آید و کنعانم خود، کلبه احضا شود روزی گلستانم خود. ای دلی غم دیده حالت بشود دل بد مدار. در کدام حالتی که شما به دیوان شاعر مراجعه کنید و دیوان حافظ مراجعه کنید، او شما را چی میکند؟ پند میدهد، نصیحت میدهد، در همه حالت شما را دفاع میکند، در همه حالت شما را چی میکند؟ دستگیری میکند، در همه حالت شما دل شما را تسکین میبخشد. شعر واقعی حافظ همین است که دنیا دوستداری است، یعنی که این عالم تجلی حق باشد اگر با تمام زیبایی هاشون رو باید دوست داریم. صوفی نهاد دام و سری حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلکی حقه باز کرد. در پایان همین بعد میگوید که ای کبک خوش خرام خوش می روی بیست غره مشو که گربه عابد نماز کرد. یعنی از نگاه حافظ انسان ها نوابسته از آن که در چه شرایط اجتماعی قرار دارند باید از عدالت از حقیقت گفتگو کنند، به هیچ وجه از باور، اعتقادات و عناصر دیگری که به اعتقادات دینی و مذهبی مردم ارتباط دارد استفاده نکنند. یا میگوید که واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. شاعران عارف را، شاعران صوفی مشرب را محققان ما از روی محصول آثارشان و غایه اشعارشان به عارفان شاعر جدا میکنند و شاعران عارف. اونها به شعر از راه عرفان وارد میگردند، اینها به عرفان از راه شعر وارد میگردند و حافظ همین است، یعنی شاعری عارف است. پیش از حافظ دو شیوه غزل سرایی بود. یکی غزل عارفانه که در ایجادات مولانا به درجه کمال رسید. یکی غزل عاشقانه در ایجادات سعدی. از سعدی بلندتر غزل عاشقانه کسی نگفته است و از مولانا بلندتر غزل عارفانه را کسی نگفته است. خواجه حافظ بعد از اینها ظهور کرد. 100 سال بعد از مولانا و سعدی آمد دو همین شیوه غزل سرایی، غزل عاشقانه سعدی و غزل عارفانی مولانا را به هم آمیخت و یک سبک ایجاد کرد که تا به امروز کسی به پای حافظ نرسیده است. مهمترین نکته در شعر و اندیشه حافظ این است که نمیتوان او را در ظرف یک سبک و شیوه یا در قالب دیدگاه و گفتمان گنجاند. اگرچه او بر شیوه های فکری و اندیشه و افکار روزگاری خود مسلط است، اما خودش را هیچگاه پابندی آنها نکرده است. در دیوان حافظ همیشه دو شخصیت، دو پرسوناژ برخورد و دعوا دارند. یکیش ریند و دیگر زاهد. حالا آنها کیستند و چی دعوا دارند؟ این معمای دیگر است در دیوان حافظ.
در اشعار حافظ ما چند مفهومی رو مشاهده میکنیم که همواره همردیفند و در مقابل هم قرار دارند. از یک سو هم رند و از سوی دیگری هم زاهد و صوفی. بروی زاهد و دعوت مکنم سوی بهشت، که خدا در ازل از اهل بهشتم بسرشت. یک جو از خرمنی هستی نتواند برداشت، هر که در کوی فنا در ره حق دانه نکشت. اگر ما نیکو نظر اندازیم در شعر حافظ همه وقت زاهد، صوفی، شیخ منفی هستند، در هیچ جا آنها مثبت نیستند. و حافظ همه اونهایی را که دنیا را زیبایی های دنیا رو انکار میکنن، آباد کردن دنیا رو انکار میکنن، دلخوشی را در این دنیا انکار میکنن، حافظ آنها را محکوم میکند. حافظ با ضد جهالت دینی مبارزه میبرد. صوفی، شیخ، عابد، اینها در شعر حافظ منفی هستند، سیمای منفی هستند. اینها در خودی خود منفی نیستند. کردار زاهد و عابد و شیخ اینها را منفی کرده است. حافظ به مقابل خرافات دینی، جهالت مبارزه میبرد. هیچ یکی از شاعران ما مانند حافظ اینقدر به صوفیان سالس و شیخان گمراه نتاخته است که حافظ میتازد که انعکاس زمانش است. زاهد در اصل همین سه حرف است: زاد، ه، د. زاهد کسی است که ترک زیب و زینت کرده است، هش هوای هوس کرده است و در مجموع ترک دنیا کرده است. یعنی واقعا اگر هم تو بگیرید شکل مثبت است، ولی همین غرض زاهد که در طلب بهشت رای میکنند، خدا را عبادت میکنند، برای حافظ قبول نیست. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته ای کردگار چیست. حافظ بارها خودش را رند تخلص میکند و اشعارش را رندانه میداند و اگر به معنی لغوی و مخصوصا اصطلاحی رند ما توجه کنیم، رند یک شخص راستگو، ناترس، دلیر، زیرک و آگاه است که نوبسته از آن که در تحت چه شرایط قرار میگیرد از راستی، حقیقت و درستی دفاع میکند. بیشتر شعر حافظ وقتی ما موغ رو میبینیم، مای رو میبینیم، موغ بچه رو میبینیم، دایر مغان میبینیم، همین چیزا مربوط هم به دنیای فکری مکتب مهرپرستی که در شعر حافظ از این مکتب فکری خیلی خوب استفاده کرده است. حافظ دانش گسترده و آگاهی بمانند بر رمز و راز موسیقی داشته است. در ادبیات فارس و تاجیک هیچ شاعر به مانند حافظ شیرازی بر رمز و راز موسیقی و نظام آوایی واژه‌ها آگاهی نداشته است. روایتی هست که دلیل حافظ تخلص گرفتن او میل به اندازه به موسیقی داشتن او نیز به حساب می رود. خیز در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زان که شود کاسه زر خاک انداز. ببینید حرف زیختی بازی میکنن. آیا ای پیر فرزانه مکن منم ز پیمانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم. حرف پیقتی بازی میکنن. همین گورچین شدن کلمات و حرفا یک آهنگ موسیقایی به شعر حافظ میده. حافظ بدون شک در از شروع از نخستین زمینه شعرسازی خود از حرف، هم آوا هم حرف، هم صداناک هم صدا که هم ما میگیم هم آوایی هم حروفی در اصطلاح ادبی ما مشهور است، هم واژگان، هم ترکیب ها و هم قالب مصرع، بیت، عروض، قافیه، ردیف و موسیقی معنوی این یکسان استفاده میکنه. امکان ندارد ما وقتی که به دیوان حافظ مراجعت میکنیم به طور حیرت آور همین هم نواختی مشاهده میشود.
دیگر از نکاتی که در دیوان حافظ هست و همه به این اشاره میکنند این است که حافظ از حد اعتدال در استفاده از آرایه های بدیعی، واسطه های بیانی و ترفندهای بدیعی دیگری است. مثلا به اندازه استفاده میکند که نه کلامش را مصنوع و متکلف میسازد، نه به آن اندازه از اینها پرهیز میکند که کلامش ساده و خشک باشند. یعنی این حد را حافظ میشناسد و از همین سبب هم وقتی که ما درباره این یا آن ابزار هنری صحبت میکنیم، اشعار حافظ نمونه بارز و نمونه به کمال رسیده همین نوعی صنعت بدیعی میباشه. مثلا میگه که نه من از گوشه تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. و همین همشکلی واژگان و معنی متفاوت داشتن آنها در ذهن خواننده زیبایی خلق میکند. همگی 495 غزل میگن که یک غزلش من برآوردم. یک غزلی که به نام حافظ مشهور است، هرگزم نقش تو از لفظ جام نرود، هرگز از یاد من آن سرو دلارام نرود. این شعر ناصر بخارایی است، شعر حافظ نیست. با اشتباه کاتبان به دیوان حافظ وارد شده است. من در نتیجه مقایسه دیوان ناصر بخارایی دیوان حافظ ثابت کردم. از من پیشترم گفته بودن که باید این شعر ناصر باشد، پرویز ناصر خانلری. و ما یک نسخه ای که در نمنگان پیدا شده در ازبکستان است، دیوان ناصر بخارایی که 60 سال بعد از مرگ حافظ در شیراز از طرف محمود شیرازی کتابت شده است. این غزل در دیوان ناصر بخارایی است و کاتب شیرازی است، محمود شیرازی. و هیچ وقت ممکن نیست که یک شیرازی شعر غزل حافظ را به دیوان ناصر وای کند. در قدیمترین نسخه های دیوان حافظ این غزل نیست. همگی 494 غزل دارد، 42 رباعی، 2 مثنوی و چند تا قصیده و قطعه. درختی دوستی بنشان که کامل بابا اگر به تاریخ تذکیره ها نظر اندازی میبینیم که تذکیره نویسان از دیوان یک شاعر که 20,000 بیت است انتخاباً 4-5 بیت انتخاب میکنند. یعنی که از یک حتی از بعضی دیوان ها یک بیت انتخاب میکنند، چیزی خیلی برجسته. و صاحب بر یک شاعر بزرگ میگه که شعر حافظ شیراز شعر است که آن انتخاب ندارد، یعنی یک شعر است از شعر دیگر بالاتر میستد. این بزرگترین بها است. فخریت در ادبیات تاجیک ژانر خیلی معمول است. شروع از رودکی تا به شاعران معاصر فخریه‌های زیاد در وصف خویش گفتند، از جمله خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی نیست. اعتبار این فخریات در آن است که استوارند از خودشناسی ایجادی او. مثلا میگه که صبحدم از عرش می آمد خروش عقل گفت، قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میگه. یا میگه که کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که یجش لطف در گوهر نباشد. این گونه اشعار فخریه در مخصوصا در قسمت بیت مقطع یا که هم تخلص شاعر آمده است زیاد میتوانیم ببینیم. کس چو حافظ نکشد از رخ اندیشه نقاب تا سری زلف سخن را به قلمشان نزدند. این اشاره دارد به همین چیز، به مهارت هنری، به مهارت ایجادی، به هنر سخنوری خود اشاره میکنند. یعنی تو به امروز شاعرانی که سری زلف سخن را شانه زدن، یعنی که سخن آفریدن، هیچ کس پرده از رخسار معنی مثل حافظ که شده نتوان. حافظ کتاب فکرتی به حاصل بسوخت در همون دوره در یکی زمان حافظ عصر 14 است، حتی 12-14 دو علم بیشتر رواج داشت. یکی علم بلاغی، علم بلاغت، و دیگری علم قرآنی که طلبات زمان بود. حافظ در هر دو علم شهرت دارد. حتی طبق روایتی میگن که
تفسیری به قرآن هم نوشته باشد که متأسفانه باقی نموده است، ولی قرآن دانی و قرآن خوانی و قرآن پژوهی حافظ ثابت است و در علم بلاغت نیز به درجه کمال رسید. مهمتر از همه آن است که حافظ شیرازی با غزل‌های خود پیش از همه توانسته است که به عالمیان نازکی‌های سخن تاجیکی را معرفی بکند و ما از زبان شیرین و گوارا و گوشنواز غزلیات حافظ است که تمام مردم عالم شعر او را از خود میکنند و همچون یک شاعر بسیار والا سخن و گوهرشناس بودن این را اعتراف کردند و از جانب بزرگترین ادیبان و عالمان درباره حافظ نظر و اندیشه های خیلی خوب و مؤثر بیان گردیده است. رودولف ارنخه یکی از بزرگترین شاعران امریکایی است که تاجیکی نمیدانست، ولی در جای اعلان میکند که همچنان 7 شاعر تاجیک فارس مورد استقبالند، از جمله حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی، انوری و نوایی و جامی. او سال 1844 به اروپا رفت و با تفکر حافظ آشنا شد. ویکتور گیوگو حافظ را شاعر دلها نام برده است و نیچه 10 بار در آثار خود نام حافظ را آورده است و اغلب با او نام گیوته را نیز همراه کرده است. نیچه در وصف حافظ شیرازی چنین میگوید: به حافظ پرسش یک آبنوش، آن میخانه که تو از بحر خویش بنا کرده ای، گنجاتر از هر خانه است. میی که تو در آن پرورده ای، همه عالم آن را در کشیدن نتوانند. آن پرنده ای که نامش روزگار ققنوس بود، در خانه مهمان توست. آن موشی که کوه زاد، همانا خود تویی. همه و هیچ تویی، می و میخانه تویی، ققنوس تویی، کوه تویی، موش تویی. تو که همواره در خود فرو میریزی و از خود پر میکشی. ژرفترین فرو رفته ترین بلندی ها تویی، رفشنترین رفشنی ژرفاها تویی. مستی مستانه ترین مستی ها تویی. تو را به شراب چی کار؟ اعتبار حافظ نزد تذکره‌نگاران و شاعران بسیار بزرگ است. مثلا که عبدالرحمن جامی در نفحات الانس اشتباه نکنم به نقل میگوید که هیچ دیوان بهتر از دیوان حافظ نیست. مضمون این چی؟ یعنی به این اندازه به حافظ اعتماد دارند. یعنی حدودا بیشتر از 1700 نسخه وجود داشتن دیوان حافظ در کتابخانه های عالم دلیل این است که حافظ هم از نگاه شخصیت و هم از نگاه شعر بعد از خودش اعتبار کلان داشته و دیگر از این است که دیوان حافظ در مدرسه ها تعلیم داده میشه، با عنوان یک متن منتخب تعلیم داده میشه. مخاطب حافظ تنها مردم عادی و نیستند، مسلمان یا فارسی زبان نیستند، بلکه کلی بشریت است. همین است که از جانب کلی بشریت حافظ قبول است، یعنی اینها به سعادت دو جهانی بشر میاندیشند. گیوته او را آفتاب نظم نامیده است. وقتی که در آلمان گیوته را آفتاب نظم مینامند، میگوید نه، من آفتاب نظمی عالم نیستم. آفتاب نظم در شرق است که او حافظ شیرازی است. من تنها ماهتابم که تنها نورهای آن آفتاب را منعکس میکنم. در اروپا حافظ از جانب آلمانی ها معرفی شده است. وقتی که ترجمه یوزف فون همبر پروکشتال به دست گیوته میافتد، او عاشق افکار حافظ میگردد. گیوته هنگام با این اثر آشنا می شود، می بیند که هر واژه و هر کلمه، هر استعاره و هر تشبیه که در این سطر اشعار غزلیاتی حافظ هست، برای وی خیلی نزدیک و خیلی آشنا، خیلی دلگرم کننده و جالب به نظرش می نماید و آهسته آهسته گیوته اینقدر سخت وارد می شود و
دیوان حافظ که تصمیم میگیرد که در پاسخ به دیوان حافظ دیوان با نام که بدتر با نام دیوان غربی و شرقی در جهان معروف گشت انشا کند. شعر حافظ چند پهلو است، یک کلمه چند معنی دارد و صنعت ایهام، یعنی صنعتی که یک کلمه با چند معنی به کار می‌رود، مهمترین صنعت در شعر حافظ، ایهامگرایی خاص حافظ. همین است که شعر حافظ هم برای یک آدم عادی یک معنی میده، یک آدم عادی دیقان خاکپاش گیرد یک به خودش معنی میگیرد، یک عارفی وارسته گیرد به شعر حافظ یک میگیرد، یک دانشمند به فیض معنی دیگر میگیرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های غزلیات حافظ شیرازی این بیان افکار بسیار معجز توسط استفاده مجاز است. سحر چون خسروی خاور علم بر کوه ساران زد، به دستی مرحمت یارم در امیدواران زد. چو پیش صبح روشن شد که حالی مهر گردون چیست، برآمد خنده خوش بر غروری کامگاران زد. یعنی علم بر کوه ساران زدن، اگر تصور کنیم وقتی که آفتاب میبراید یک سرخی در طرف شرق با بنیاد پیدا می شود و همین را خواجه حافظ شیرازی علم گفته است، پرچم گفته است، یعنی پرچم روز گفته است و گفته است که این روز شد، صبح شد و خسرو خاور در مجموع همون آفتاب است. یعنی خاور در اینجا وقتی که به معنی خسرو و خاور رو هم نشین میکند، خسرو معنی شاه است، شاه بالانشین است و آفتاب هم همیشه از بالا نمایان میگردد. شعر حافظ سرتاپا شعر استعاری هست، شعری پر از راز و رمز و پنهانگویی ها هست که آن را نمی شود به سادگی به زبان دیگر ترجمه کرد. من یک مثال میارم، مثالی که همه یک غزل خیلی مشهور حافظ است با نام مطلعش با این سر می شود: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. من ترجمه انگلیسیش را آوردم. مثلا ترجمه انگلیسی این بیت از 3 بیت عبارت است، از 3 بیتی که دو پاره 3 مصرعی هستند عبارت هست که من اون ترجمه کردم. اینو ببینید: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. چگونه ترجمه شده است به زبان انگلیسی؟ مدیونه دلربا، مدیونه من همون کنیزه که ترجمه کردم، مدیونه دلربا، اگر میخواهی نگاهی مرا مجذوب کنی، به این بازوها دستور بده تا گردنت را باز کنند. آن گونه گلگون، گونه یعنی چهره، آن گونه گلگون، آن شاخه سفسن دست، آن گونه گلگون و آن شاخه سفسن شاعر شما را بیشتر خوشحال می کند، بیشتر از تمام طلاهای پرارزش بخارا و از همه جواهرات سمرقند. شاعر می توانست که این همین بیت را تحت لفظی ترجمه کند. البته بعض تجربه ها هستند که تحت لفظی ترجمه کردند که در چشم من شما خیلی خوب میتابد، لیکن برای خواننده شعر دوستی انگلیسی زبان که تجربه های ادبیات در اساس تجربه های ادبیات انگلیسی به تعلیم گرفته است و شعر را میشناسد، این گونه تصویرها اصلا قابل قبول نیست و شاعران گرچند که این کار خیلی کار دشوار است، خیلی کار زحمت طلب است، شاعران شعر را مطابق با قاعده های نظمی خودشان، ادبیات خودشان شعر را برگردان میکنند. Preachers who display their piety in prayer and pulpit behave differently when they're alone. It puzzles me. Ask the learnt ones of the assembly. Why do those who demand repentance do so little of it? حافظ را محققان
از زنده ترین شاعران روزگار دانستند، زیرا با توجه به اینکه امروز در روزگار معاصر چالش‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وجود دارد، همچنان مردم به اشعار حافظ توجه دارند و اشعار حافظ، نکته‌هایی که در اشعار حافظ نهفتند امروز نیز به نیازهای جامعه ما پاسخ می‌گویند و مردم از حکمت حافظ، از اشعار حافظ، از دردانه‌هایی که در غزلیات خود نهفته است بهره‌مند می‌شوند. هر کس به طور خود از شعر حافظ برداشت می‌کند و این برداشت هر نفر وابسته است به سطح جهانبینی و شعرفهمی او. اگر یک نفر از حافظ یک شاعر صرف مذهبی می‌تراشد، یعنی دنیای او همان است. دیگری از حافظ یک حافظ شادخواره می‌سازد، دنیای او همان است. و حافظ پاسخگوی همه دنیای معنوی انسان هاست. یعنی این همه انسان ها با تمام دنیای معنوی مختلف خود میتوان از شعر حافظ چیزی بهره بردارن. یعنی وابسته به همون دنیای جهانبینی خود، وابسته به دنیای خود شعر حافظ رو درک کنن، خلاصه برن و هر کدام اون در موقع خود یا که حق است. و ماندگاری غزلیات حافظ شیرازی و مشهور گردیدن آن هم در همین است که او سخن والای تاجیکی رو در غزلیات خود به طور فراوان استفاده برده است. راز ماندگاری کلام حافظ در ظرافت و بدیعیاتی که در زبان حافظ نهفته است. شعر برای مردم ما تنها شعر نیست، بلکه آن اندیشه، افکار و فلسفه مردم ماست. شاعران در مسیر تاریخ چراغی بودند که راه را برای آیندگان روشن می‌کردند و خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی یکی از آن چراغ‌های ابدی است.